مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که در 4 صدمه روزهای استراحت در روهای جمهوری دست کم 6 نفر به هلاکت رسیده، 3 کس دیگر جراحت برداشتند. از جمله شام 22 دکبر سال 2023 در نویه کوشانیان در نتیجه به دریا چپه شدن ماشین اوپل استرا 3 مسافر این ماشین جان باختند. روز 23 دکبر باشد بر اثر برخورد 3 ماشین مرسدس، هوندا استارکس و اوپل استرا در نویه رودکی یک زن مسافر استارکس به هلاکت رسیده، 3 مسافر دیگر این ماشین ها جراحت برداشتند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی شام 22 دکبر سال 2023 تخمینا ساعت 19:00 راننده ماشین تمغه اوپل استرا سلیموف اکبر سال تولدش 2000 ساکن نویه بلخی هنگام حرکت از سمت جماعت دیوت نواباد به سمت مرکز نویه کوشانیان از عهده دوره وسطای نقلیات نبر آمده افت را به داخل دریای آبگذر چپه کرده است. در نتیجه مسافران داخل افت زیایف عظمت سال تولدش 1988، موسیدینوف زیندین سال تولدش 1988 و سلطانوف معروف خان سال تولدش 1998 ساکنان نویه بلخی جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. همچنین 23 دکبر سال 2023 تخمینا ساعت 11:10 راننده ماشین تمغه مرسدس دولتوف محمد شریف سال تولدش 2002 ساکن نویه رودکی هنگام حرکت با روی ماشینگرد محله مشعل از طرف نویه رودکی به سمت کوچه قهوروف هنگام رسیدن در روبروی بنای استقامتی کوچه مشعل به ماشین تمغه هوندا استارکس برخورده است. بعدا ماشین تمغه هوندا استارکس به ماشین تمغه اوپل استرا که از سمت مقابل در روی خودش حرکت میکرد برخورده است. در نتیجه مسافر داخل هوندا استارکس رحیم و خاصیت سال تولدش 1985 ساکن نویه رودکی در بیمارخانه به هلاکت رسیده، 3 نفر مسافران افت مذکور جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. بازم روز 23 دکبر سال 2023 تخمینا ساعت 13:30 راننده ماشین تمغه هوندای میروتوف فرهاجان سال تولدش 1991 ساکن شهر خوجند هنگام حرکت در روی ماشینگرد دوشنبه خوجند از سمت شهر پنجکن به سمت شهر خوجند از عهده دوره وسطای نقلیات نبر آمده در کیلومتر 189 راه به کنار راه بر آمده ماشینش را چپه نموده است. در نتیجه خود راننده میروتوف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. صبح 24 دکبر سال 2023 تخمینا ساعت 7:30 راننده ماشین تمغه اوپل استرا شریپوف ارکین سال تولدش 1974 ساکن نویه باباجان غفوروف هنگام حرکت در روی ماشینگرد باباجان غفوروف خوجند در روبروی مغازه نوربخش از عهده دوره وسطای نقلیات نبر آمده پیادهگرد کریموف طالب سال تولدش 1963 ساکن نویه باباجان غفوروف را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگر کریموف جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌ها پرخطر دانسته می‌شوند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند.